مرزبانان قرقیزستان در مرز با تاجیکستان از یک کوشش قاچاق 230 تلویزیون پیشگیری کردند. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات خدمات مرزبانی قرقیزستان، مرزبانها در درآمدگاه دهه دوستوک نویه لیلک ولایت بادکند یک ماشین مرسدس بنز سپرینتر تحت اداره خژ یک شهروند 32 ساله قرقیزستان منع کرده در باردان ماشین 230 قوطی تلویزیون‌های نو را پیدا کردند. گمان می رود که او میخواست این تلویزیون‌ها را برای فروش به تاجیکستان گذراند. باید تاکید کرده شهروند خژ نسبت به مرزبانان خیلی پرخاشجویانه رفتار کرده میخواست آنها را به مناقشه تحریک دهد. این شهروند قبلا هم 2 مرتبه برای انتقال غیر قانونی محصولات به کشور همسایه به جوابگری مأموری کشیده شده بود. گفته می شود در اطلاع این 230 تلویزیون از شهروند خژ گرفته شده برای بررسی من بعد به مقامات تفتیشاتی سپرده شده است. قرقیزستان از 22 می در پی مناقشه خونین آخر ماه اپریل مرزهایش را با تاجیکستان بست و رواهای شهروندان و انتقال محصولات را اجازت نمیدهد. در مناقشه اخیر ماه اپریل در مرز این دو کشور از دو طرف 55 نفر کشته و 240 نفر زخمی شدند. این خونین ترین مناقشه در تاریخ مناقشه های مرزی در آسیای مرکزی به شمار می رود.